نمیصرفه. از تهش هیچی. الان تحصیلات بابا چیه؟ چه گویی شده؟ تموم شده رفت. بدو دفترچه رو بکن برو خدمت. مهدی تو مگه مشاور تحصیلی نیستی؟ این آخه پول مول قسمتاشو نداشت فرستادم شده. گزارش کارتو بده ببینم. نیوردم واقعیت. گزارش کار نیومد. یعنی چی؟ تصادف کردیم پدرم فوت خدا بیامرزه گزارش کار نیومد. البته من میگم الاغت تبدیل جامعه همه دکتر مهندس میشه. اومدم برای ثبت نام دوره. تو ما دیگه کنکور میخوای تازه ثبت نام کنی؟ چه میشه کرد؟ کار که زیاد میشه کرد. شما شهریه رو بدی همه کاچی مد نظرتون. دندون پزشکی تایم زیاد نداریم. 2 ماه دیگه مونده. دستیار دندون اوکی. آره اوکی فقط کارایش چیه؟ کارایش که دستکش دست دکتر میکنی دکتر سرفه کرد میگه عافیت باشه نمیدونم آب پر میکنی مریض قرقره کن توف کنه بیرون بازارکارش هم این همونیه که پنس میدی دست دکتر. نه دیگه اون مال 3 ماه قبل کنکور قبل چه میره تو همه گزارش کار رو بیار میدم عزیزم جونم من امروز گزارش کار خدا سره چرا چی شو قربونت مشکل بزرگی براش اومده بود ناخونم شکسته وای خودم قدم جدی نیست جدی نیست دیگه چی میخواد جدی باشه ناخونت پاشو بریم یه کافه چیزی حالا هوا دارن پاشو عزیزم راستی سامی جون بابا چیکاره بود نمایشگاهیه برنامه تو آینده کار چیه میخوام دامپزشک بشم آقا نمایشگاهی نمی درس بخونی آخر آمپولم چونه گاف بزنی پاشو بریم نمایشگاه این چه خبره استارت دوره رو بزنی بله استاد بالاخره دوست پسرم اجازه داد دوست پسر داری بله بی خود کردی بابات میدونه بله ظرفیت نداری آخه استاد آخه نداریم اینجا ظرفیت نداریم هر موقع کاتری زنگ بزن واسه جوابای کنکور اومده 25000 شدی 25000 شدم 25000 تو که خیلی پخمه بودی کشوری منطقه که کلا 10000 نفر جمعیت داره چجوری 25000 شدی نه دورتو میدم چون نگی با ما کار کردی داشتی مخلصم سلام عزیزم چونم در خدمتم خواستم تو دوراتون شرکت کنم روزی چند ساعت بعد درس بخونم در شما اصلا نیازی نیست درس من خودم جاتون میخونم مالی چطور ما اصلا اینجا خانم ما پول نمیگیریم قربونت برم من برای دستگاه اسپرسو همین کنین دختره که ترازشون اومده پایین یه شات اسپرسو همین ترازشون بکشه بالا